صدای پنجکند وسایط اخبار عامه از قبیل رادیو، مطبوعات و تلویزیون با فعالیت همه‌روزه خود با راه تحلیل و مسئله‌گذاری ساحه‌های گوناگون حیات جمعیتی در حل مسائل مشخص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کمک می‌رساند. یکی از این گونه واسطه‌های مؤثر رادیو میباشد. طول 10 سال است که رادیوی صدای پنجکند همه‌روزه با برنامه‌های رنگین، خبر و گزارش‌ها، اینچنین با برنامه‌های فرهنگی خویش برای مردم شهر و دهات پنجکند شایسته خدمت کرده ایستاده است. البته برای تشکیل و پخش صدای رادیوی پنجکند سهم سروری جمعیت دارای مسئولیتش محدود صدا و سیما اسکندر حمیدов خیلی کلان است. رادیو و تلویزیون منبر عالی سخن است. در آن متخصصان ساحه، جوانان با لیاقت کار و فعالیت دارند. کمال‌الدین محمودов این نام سالیان زیاد است که ورد زبان هاست. راوی ناتکرار، ایجادکاری جوان، دائما پی جستجوی نوگانی هاست. با آواز جذاب خویش پی خدمت مردم قرار دارد. نسبت همکاران خیلی سرطلب بوده میکوشد موافق درخواست شنونده برنامه‌های رنگین را آماده و پخش نماید. دلافروز حفیظ مؤلف و راوی برنامه تبریکاتی و درخواستی تمنا در رادیوی صدای پنجکند و چمن آرزو در تلویزیون سیما می باشد. با سخنهای شیرین و با آواز مرغوله‌دارش صاحب جشن‌ها را شاد باش میگوید و به پیوندانشان پیغام و درود و آرزوهای صمیمی‌شان را میرساند. سرودهای دلنشین و درخواستی را پخش میکند. مونیسا اتامولویوا نطاق رادیو و تلویزیون است. در وقت ساعت‌های معین شده شنونده و بیننده را با نویدهای کشور و شهر و دهات آشنا می‌سازد. خبر و گزارش‌ها آماده می‌نماید. ایجادکاری سرحرکت است. مرتبه رحمانова روزنامه‌نگار جوان هر صبح با آواز شیردار خویش با شنواندن برنامه‌های فرهنگی سلام پنجکند اینچنین برنامه‌های درخواستی برای شما با مخلصان روحیه تازه می‌بخشد. مؤلف برنامه تلویزیونی دانشمند و استعداد است. سابرینا اکرامова یکی از جوان دختران صاحب استعداد است. کسبش را خیلی دوست می‌دارد. در مدتی نچندان طولانی توانست به قلب‌های شنونده و بیننده خویش راه پیدا کند. مؤلف یک چند برنامه هاست. از جمله برنامه دردانه ها برای کودکان و نورسان فضیلت نیکی انسانی بوده بهترین آزمون ها را تشکیل نمود. رسمی بهترین در عرفه جشن‌ها و حسن خط بهترین از جمله آنهاست. خوشوقت بوتیروف راهبر تکنیکی صدا و سیما است. متخصص بهترین کسب خویش بوده پیوسته کوشش می‌نماید که برنامه‌های صدا و سیما به یگان نقصان پخش گردد. هوشیار و زیرک و سرغیرت است. خوشبختانه زحمت کارمندان رادیوی صدای پنجکند بود که در آزمون ولایتی خامه سازنده 2021 که بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان دایر گردیده بود با گرفتن دیپلم درجه دوم سرفراز گردانده شد. البته این قدرشناسی رئیس ولایت معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجب‌بای احمدزاده ما را موظف می‌گرداند که با خلق و وطن شایسته و صادقانه خدمت کنیم برای پیشرفت جامعه در میدان ایجاد سهمی با سزای خود را گذاریم.